سریع ترین روشی که میتونی باش همچین ست خوشگل خونگی رو بدوزی همین آموزشه. پس از دستش نده، بریم برای آموزشش. مرسی از لایک قشنگت. پارچمو ترکی به ترکی تا میزنم و یه تای دیگه میزنم. از قسمت بالا 2 سانتی میام پایین، یه خط صافی میکشم. دوباره 6 سانتی میام پایین، یه خط صاف دیگه میکشم. روی این خطم به اندازه 1/4 دور باسم به علاوه 2 تا 3 سانتی آزادی و علامت میزنم. همین اندازه رو پایین میام و کادرمو میبندم. از این قسمتم به اندازه 6 تا 8 سانتی بیرون میرم، 6 تا 8 سانتی بالا میشم و هلال فاقمو میکشم. از این خطم به اندازه بلندی قدم پایین میام، یه خط صافی میکشم. روی این خط 28 تا 30 سانتی داخل میشم و به فاقم وصل میکنم. وسط این خطمو پیدا میکنم، 1 تا 1.5 سانتی داخل میشم و هلال میکنم. دور تا دور کارمو با 1 سانتی جای دوخت برش میزنم. قسمت دمپای شلوارمو 2 سانتی برای جای دوخت در نظر میگیرم. حالا کارمو باز میکنم به این صورت و 2 تا هلال فاقمو میدوزم و سردوز میزنم. دوباره به این صورت کارمو میزنم روی همدیگه، سنجاق میزنم و از قسمت پایین شروع به دوخت میکنم و درز داخلی پامو میدوزم، بعد سردوز میزنم. حالا کشمو میارم به اندازه‌ای که توی کپشن بهتون میگم، برش میزنم، میدوزم دو سرشو، به 4 قسمت تقسیمش میکنم. کمری من به 4 قسمت تقسیم میکنم. علامت ها رو روی همدیگه میذارم به این صورت که توی تصویر میبینی. کشمو بر میگردونم و سنجاق میزنم و فیکسش میکنم و میذارم زیر چرخ و کارمو میکشم و کمری شلوارمو تا انتها میدوزم. قسمت پایین دم پامونم 2 تا 1 سانتی بر میگردونم تو و میدوزم. توی این پست بهتون شلوارش آموزش دادم، توی پست بعدی هم بهتون شومیزش رو آموزش میدم. این هم از تموم شده کارمون که به همین راحتی این شلوار خوشگل رو برای خودمون دوختیم. اگه میخوای خیاط خودت باشی فالوم کن و یه سر به آموزش‌های قبلی هم بزن.